نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در آغاز این سوره مبارکه، سوره جاثیه، عرض کردم که سلسله دلائلی هست در این سوره، دلائل عقلی، 5 تا دلیل عقلی هست که الله تعالی پشت سر هم این دلائل را بیان می فرماید. اولین دلیل را خواندیم: ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابه الى آخره. دومین دلیل در رکوع دوم بود: الله الذی سخر لكم البحر لتجری الفلك فیه بامره. سومین دلیل رکوع سوم بود: و خلق الله السماوات والارض بالحق. و این چهارمین دلیل عقلی هست: ولله ملک السماوات والارض، که حاصل تمام این دلائلی که عقلی هستند و بر اثبات توحیدند، اینند که تصرفات، اختیارات، مدیریت مطلق در آسمان ها، در زمین، در ما بین اینها فقط و فقط مال الله است. و در این دلیل علی سبیل ترقی می فرماید نه در این دنیا بلکه در اون دنیا هم مالک یوم الدین. چنانچه می فرماید ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است، در تصرف الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. و یوم تقوم الساعه یومئذ یخسر المبطلون، تخویف اخروی است. روزی که قیامت برپا میشه، قیامت وقتی که قائم میشه، در اون روز تمام انسانهای باطل صفتان در خساره و زیان واقع می شوند. خسران اونها و ضیاع اونها در اون روز روشن میشه، مشخص میشه. بیشتر الله عزوجل این را توضیح میده: و ترى کل امت جاثیه، هر گروهی را، هر جماعتی را از گروههای
باطل مراد هستند. هر یکی را میبینی که جاثیه هست، به زانو افتاده هست. سوره جاثیه هست، به همین مناسبت تسمیت الکل به اسم الجزء. جاثیه یک حالتی هست از احوال قیامت که این حالت برای مجرمین اتفاق میفته. هر گروهی را میبینی که به زانو افتاده. کل امت تدعى الى کتابها، هر گروهی، هر دستی فرا خوانده میشه، دعوت داده میشه به سوی نامه اعمالش، به سوی حساب و کتابش. الله میفرماد الیوم تجزون ما کنتم تعملون. ای انسان ها، امروز شما پاداش داده میشوید، شما به کیفر اعمالتون میرسید، به جزای اعمالتون میرسید. ما کنتم تعملون، بر اساس اون چی که در دنیا عمل میکردید. هر عملی که در دنیا بوده عمل شما را بازگو میکند. هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب از سوی ماست، پرونده‌ای که از سوی ماست برای شما، و این نامه اعمال هست که ینطق علیکم بالحق، به حق سخن میگوید، یعنی واقعیت را میگوید، خلاف نمیگوید، هر چی که واقعی بوده. انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما در دنیا همواره می نوشتیم. نستنسخ، ما می نوشتیم، ای نکتب ما کنتم تعملون، اون چه که شما عمل می کردید. در دنیا چگونه الله عزوجل می نوشتند یا دستور می دادند ملائکه بنویسند. اون تصوری که ما از نوشتن داریم، اون تصویری که در ذهن ما هست از نوشتن، از این خیلی فراتر، از این خیلی بالاتر. و ببینیم خود ما چیزهایی را که ثبت و ضبط میکنیم، چیزهایی را که مینویسیم، چیزهایی را که بایگانی میکنیم، پرونده درست میکنیم، در همین زمان ما چه تغییراتی آمده. در گذشته شاید بعضی از شما دیدید، بعضی شنیدید که مردم به وسیله نی می نوشتند، یعنی قلم هایی که امروزه در دست ها هست به این صورت نبود، راحت نبود. مردم با چه زحمتی، با چه مشقتی می نوشتند. نی را به وسیله چیز تیز تراش می دادند، درست می کردند، نی را می زدند تو مرکب، بعد قبل از اینکه خشک بشه یکی دو کلمه می نوشتند، باز می زدند، با چه سختی می نوشتند. کم کم امکانات بیشتر شد، راحتتر نوشتن مردم، این خودکارها، خودنویسها، روان نویسها. و الان باز ثبت و ضبط پرونده ها، مدرک ها، بایگانی کردن فایل ها را راحتتر مردم تنظیم میکنن، ترتیب میدهند. الان تایپ هست، کامپیوتر هست، عرض کنم فیلم برداری هست. همه اینها همه ثبته، همه ضبطه، همه چیز نوشته میشه، اما به صورت مدرن، به صورت پیشرفته. شما وقتی که از یک جاده با سرعت عبور میکنید، پلیس سرعت شما را مینویسد، ثبت میکند، جای انکار برای شما نیست. تا انکار بکنید کامپیوتر نشان میده آقا سرعت شما 125 بوده، 136 بوده. دقیق با جزئیات نوشته میشه. یعنی هر چی که دنیا پیشرفت میکنه ثبت و ضبط به همین صورت به پیش میره. لذا این تصوری که ما داریم که چند تا فرشته قلم به دست هست و کاغذها و پرونده های به دست دارن، این نیست. حقیقتش را و کیفیتش را هم الله بهتر میدوند. فقط از
آیات قرآن مجید همین قدر ما میفهمیم که اگر انسان نیاز داشته باشه بدوند که چی کرده، اونجا یک دستوری صادر میشه، همه چیز جلوی انسان گذاشته میشه. یا بلا تشبیه به شکل فیلم هست، انسان فیلم زندگی خودش را میبیند چه اشتباهاتی کرده، یا بالاتر از آن، فراتر از آن، تمام اعضای انسان خودش به سخن می آید. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. بر دهان مهر زده میشه، دست شروع میکنه به سخن گفتن، پا سخن میگوید، اعضای بدن سخن میگویند. لذا همه چیز را الله عزوجل ثبت و ضبط میکنه، حرکات را و اعمال را. لذا این نوشتن به صورت بسیار مترقی و پیشرفته خواهد بود. برای انسان مجال انکار نمیماند، جای انکار نمیماند. لذا الله می فرماید هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. حال کتابی که الله تعیین کرده چگونه به حق سخن میگوید، چگونه به حق گواهی میدهد، آیا فیلم زندگی انسان را نشان میدهد، این کیفیتش را الله بدانه. ولی بعضی نمونه ها را عرض کردیم که ما در دنیا داریم. انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون. ما در دنیا می نوشتیم، در دنیا بایگانی می کردیم، ثبت می کردیم، یعنی دستور نوشتن می دادیم. طلب نسخ باب استفعال است، معنای طلب می کردیم، یعنی می گفتیم فرشته ها را بنویسند، دستور می دادیم ثبت کنند تمام اعمال شما را، تمام حرکات و سکنات شما را. لذا انسان ها اونجا به دو گروه هستند. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اما آنانی که ایمان داشتند در دنیا، اعتقاد راسخ و اعتقادی درستی داشتند، و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام دادن، فیدخلهم ربهم فی رحمته. این نتیجه تکمیل هم از نظر ایمان هم از نظر عمل صالح. الله آنها را در رحمت خودش داخل میگرداند. منظور از رحمت بهشت، جنت. ذلك هو الفوز المبین، فضیلت بهشت. این هست فوز آشکار، موفقیت و رستگاری ظاهر، هیچ تو شکی نیست. اما بعد از این تبشیر ببین تخویف را، ببین که حال مجرمین چی میشه. و اما الذین کفروا، اما کسانی که کفر کردند، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم. افلم تکن اینجا یقال مقدر است، یقال لهم، به آنان گفته میشه. مجرمین به خاطر تحسر بیشتر، حسرت بیشتر مورد خطاب الهی قرار میگیرند. افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا آیات من بر شما تلاوت نمی شد، کلام من بر شما خوانده نمی شد. فاستکبرتم، سبب اول عذاب کفر، استکبار عن الحق، حق را انکار کردن. فاستکبرتم، شما تکبر کردید. و کنتم قوما مجرمین. سبب دوم علاوه از کفر که با اعتقاد مرتبط است، شما جرم هم می کردید که با عمل مرتبط است، و شما بودید قومی جرائم پیشه، قوما مجرمین. یکی هست جرم که انسان یک بار مرتکب میشه، یکی یک بار عملی انجام میده، کاری انجام میده، اما یکی از شغلش جرمه، شغلش فساده، شغلش بیبندوباریه. این به این معنی است کنتم قوما مجرمین. به دلیل و نحوست اون کفر کار شما در دنیا چی بود؟ جرم بود. بله، این کفر اول استکبار عن الحق بود. کفر دوم انکار قیامت است. همین افراد
و اذا قیل ان وعد الله حق، هرگاه به آنان گفته میشه ای بندگان خدا وعده الهی حق است، قیامت برپا میشه، قیامتی در پیش است. و الساعت، تفسیر وعد الله حق هست، واو تفسیری است، یعنی قیامت می آید، لا ریب فی، هیچ شکی در وقوع قیامت نیست. شما تو دنیا چی جواب میدادید؟ قلتم ما ندری ما الساعه، شما می گفتید ما نمیدونیم قیامت چیه. یعنی چی؟ ما که درباره قیامت هیچ اطلاعاتی نداریم، هیچ علمی نداریم، باورش نداریم. ان نظن الا ظنا، ما گمان نمی کنیم مگر یک گمانی، فقط یک توهمی، یک خیالی درباره قیامت هست تو ذهن ما. اینم چون که شما زیاد میگید قیامت روز جزا، میگیم شاید چنین چیزی باشد. یعنی یه مقداری تو ذهن ما خللی ایجاد شده، خدشه ایجاد شده، میگیم شاید باشد. اما و ما نحن بمستيقنین، ما نسبت به قیامت یقین نداریم، باورش نداریم. پس این دومین کفر هست. اول کفر به مبدأ بود، به توحید، و این کفر به معاد است، به قیامت. خب این در رابطه با کفار هست. اما باید خدمت شما عرض کنم که ما مسلمان ها هم نیاز داریم که ایمانمون را درباره قیامت مقداری تجدید نظر بکنیم. ایمان ما یک ایمان موروثی هست، به ارث رسیده. قیامتی هست، همونطور که خیلی چیزها موروثی هست و به صورت عمیق یقین نیست، به صورت عمیق باور نیست. بله قیامت هست، آثار اون هست، بودن قیامت آثار اون هستش، در اعمال ما مشاهده نمیشه. اونهایی که واقعا اعتقاد داشتن سراسیمه بودند، پریشان بودند، تا ذکر قیامت می آمد اونها حواسشون می پرید، حتی چنان بر اعصاب روان فشار می آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید مرا 5 سوره در روایت داریم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عرض کرد یا رسول الله، شما اونقدر که سنتون هست اونقدر جوان نیستید، بیشتر از اون شما پیر شدید، یعنی به اندازه سنتون پیر نیستید، بیشتر پیر شدید. فرمود مرا 5 سوره پیر کرد. از این 5 سوره 2 تا نام برد که درباره قیامت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، سوره تکویر، سوره انفطار. صحنها را که انسان تلاوت می کند و گویی فیلمش جلوی چشم ما هست، اون کسی که یقین و باور داشته باشد موی بدنش برمی خیزد، وحشت و هراس تمام بدنش را فرا می گیرد. لذا آیاتی که درباره قیامت هستند از سوره قاف تا آخر قرآن مجید، این آیات بار بار تلاوت میخواد، با استحضار تلاوت لازم دارند تا که عقیده قیامت در دل راسخ بشه. وقتی که عقیده قیامت باشد انسان خلاف نمیگه، خلاف نمیره، انسان نمازش فوت نمیشه، انسان خنده های آنچنانی و قهقه های طولانی که دل را سیاه میکند نداره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اگر اون چه که من میدانم شما میدانستید، شما کمتر میخندیدید، بیشتر گریه میکردید. لذا این احوال خود به خود درست میشه از یقین و باور کامل نسبت به قیامت. پس کفار هم اعتقاد اون چنانی نداشتند و ندارند، میگفتند گاه گاهی ان نظن الا ظن. شما که خیلی تبلیغات دارید هی قیامت هی قیامت، یک ظنی، یک گمانی، یک توهمی، تخیلی در وجود ما چی میشه؟ ایجاد میشه. و مسلمانان هم ایمان به قیامت دارند. وقتی میگیم قیامت را قبول داریم میگه بله باور دارم، ولی عملش چیزی دیگه میگه. لذا باید یقین کرد، اونطوری که قرآن میگه باید یقین و باور داشت.
الله می فرماید و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به یستهزئون. ظاهر میشه، آشکار میشه برای آنان سیئات ما عملوا، عملکرد سیئشان، یعنی نتیجه عمل سیئ که اون چیه؟ عذابه. عذاب جلو چشمانشون ظاهر میشه، عذاب جلو چشم میاد. و حاق بهم ما كانوا به یستهزئون، فرود می آید بر آنان، نازل میکنه بر سر اونها اون چی که مسخرش میکردند. در دنیا چی را مسخره میکردند؟ عذاب را مسخره میکردند، عذاب را مطالبه میکردند، برای عذاب مستعجل بودند، عجله داشتند. الله میفرماید چون باور نداشتند، به صورت مسخره میگفتند بیار، لذا اون چی که مسخرش میکردند الله میفرماید اون بر سرشون فرود میاد. و قیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، به اونها از سوی الله گفته میشه ما امروز شما را فراموش میکنیم همان گونه که شما این روز را فراموش کردید. کفار روز قیامت را فراموش کردند، اما خدای عزوجل از نسیان پاک است. خدا چطور کفار را فراموش میکند؟ مفسرین نوشتند این تسمیت المسبب هست به اسم سبب. شما اگر یک چیزی را فراموش بکنید چیش میکنید؟ ترکش میکنید. شما تسبیحتون را وقتی فراموش کنید همینجا ترک میکنید میری. لذا اینجا سبب ذکر شده یعنی فراموشی، اما مراد مسببه یعنی ترکتون میکنیم، همینجا تو جهنم میگذاریم، دیگه به سراغ شما نمیایم، برای نجات شما نمیاییم. به این معنی است ترکتون میکنیم. و قیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، به مجرمان گفته میشه ای مجرمان امروز ما شما را فراموش میکنیم، یعنی شما را در جهنم رها میکنیم، در عذاب مارش رهایتون میکنیم. کما نسیتم لقاء یومکم هذا، همانگونه که شما فراموش کردیم ملاقات امروز را. و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین، جایگاهتون آتش است و هیچ یاوری شما ندارید. نفی شفاعت قهری، این خدایانی که برایشون شتر میکشتید، برایشون گوسفند میکشتید، برایشون نقل و نبات تقسیم میکردید، اینها برای شما شفاعت نمی کنند. ما لکم من ناصرین، هیچ یاوری هیچ مددکاری برای شما نیست. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، و همچنین اسباب دیگر این عذاب، علل دیگر این عذاب، الله می فرماید به سبب اینه که شما آیات الهی را به باد مسخره می گرفتید. هر نوع آیاتی، چه آیاتی در رابطه با مسائل شرعی، آیات تشریعی، چه آیاتی در رابطه با قیامت، چه آیاتی درباره تکوین، همه نوع آیات را. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، این عذاب، این بدبختی به سبب این هست که شما آیات الهی را مسخره می گرفتید. چه چیز باعث شد که اینقدر مغرور باشند که همه چیز را مسخره بکنند؟ و غرتکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا، زندگی فریبنده دنیا شما را فریب داد، حب دنیا شما را فریب داد. گاهی انسان در دنیا بلا تشبیه مست قدرت میشه و اون چه که داره، امکاناتی که داره، منهمک و مستغرق تو اونها میشه. آخرت و معنویت و دین و احکام اینها به چشمش نمیاد، اینها را به باد مسخره میگیره. خیلی هستند از اهل دنیا، از اهل حکومت، از کسانی که صاحبان پست و مقام هستند، اهل دین را تمسخر میکنند، احکام را مسخره میکنند. الله میفرماید شما مسخره میکردید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما را فریب داد زندگی دنیا، زرق و برق دنیا. لذا فالیوم لا یخرجون منها
ولا هم یستعتبون. امروز از جهنم خارج نمی شوند، خارج کرده نمی شوند، بیرون درآورده نمی شوند. ولا هم یستعتبون، از اونها طلب معذرت خواهی هم نمیشه. ای لا یطلب منهم ان یرضوا ربهم بالتوبه، از اونها تقاضا نمیشه که ربتون را با توبه چی کنید؟ با توبه رب را راضی کنید. تو دنیا این مرسوم است، نه؟ خیلی از مجرمان هستند که حکم میخورند، بعد از اینکه حکم زندان برایشون از سوی قاضی صادر میشه، به اونها فرصتی داده میشه، میگه اگر از رهبر مملکت، اگر از دادستان کل، اگر از رئیس قوه قضاییه، از یک مقامی شما معذرت خواهی بکنید، بیشتر در رابطه با سیاسیون این هست، شما عذرخواهی بکنید، شما قابل عفو هستید. خیلی ها هستند بعد از اینکه حکم برایشون صادر شده، قانون اینه یک معذرت خواهی بینید، آقا ما اشتباه کردیم، مورد بخشش قرار میگیرند. اما چنین چیزی در قیامت نیست. ولا هم یستعتبون، ای لا یطلب منهم، از اونها طلب نمیشه که از رب شما عذرخواهی بکنید و توبه بکنید. چرا؟ لفوات اوانه، چون وقت رفت، وقتش تمام شد. گاهی تجدید نظر میشه، تجدید نظر، زمان تجدید نظر تو همین دنیاست. اینجا میتونیم ما تجدید نظر کنیم، تو پرونده ما هم تجدید نظر میشه. اما همین که چشم ها را بستیم دیگه وقتی برای تجدید نظر نیست. لفوات اوانه، اوانش، زمانش گذشت. تفسیر مظهری اینه گفته. لذا ولا هم یستعتبون، از اونها طلب نمیشه، تقاضا نمیشه که عذرخواهی کنند، توبه کنند. بنابراین از همه این حوادث، این برنامه ها، جریانات چه چیزی ثابت شد؟ فلله الحمد. این فای تفسیریه هست، متفرع هست بر احوال گذشته و همچنین دلیل عقلی پنجم هم هست. الله می فرماید فلله الحمد، پس ثابت شد فقط و فقط برای الله است، حمد برای الله است، تعریف و ستایش مر الله است. آن اللهی که رب السماوات، رب آسمان هاست، و رب الارض، رب زمین است، رب العالمین، نه تنها رب آسمان ها و زمین بلکه رب عالمیان هست، رب جهانیان هست. وله الکبریاء فی السماوات والارض. سبحان الله. برای این ذات کبریا هست، بزرگی هست، عظمت هست در آسمان ها و زمین. کاش اون کبریایی و اون عظمتی که این رب داره در دل مؤمنین داشت، در دل انسان ها داشت. لذا وله الکبریاء فی السماوات والارض، فقط برای اوست بزرگی، عظمت، کبریا در آسمان ها و زمین. و هو العزیز الحکیم، و اوست عزیز الحکیم، هم غالبه، هر کاری میتونه بکنه، اما الحکیم، کارهایش مملو از حکمت و با حکمت کار میکنه. لذا مجرم را زود مؤاخذه نمیکنه، تو اینم حکمتی هست، شاید توبه بکنه، فرصت میده، این حکمته. پس هر کارهایش حکیمانه هست. این بود سوره مبارکه جاثیه که ششمین حامیم بود از حوامیم سبعه و میرسیم به سوره مبارکه احقاف، هفتمین سوره و آخرین سوره از حوامیم سبعه، از حوامیم هفتگانه. ما اگر به ذهن شریف باشد در همه سوره های حوامیم یک مدعا خواندیم، اون این بود که فاعبد الله، فادعوا الله مخلصین له الدین. مردم در حاجاتتون، در مشکلاتتون فقط خدا را فریاد بزنید و دعایتون خالص برای الله باشد، غیر از الله از کسی طلب نکنید.
باز در سوره های دیگه، این در سوره حامیم مومن بود، در اولین حامیم. در سوره های دیگه شبهات بود. در یک سوره خواندیم که می گفتن گاهی ما به خواب می بینیم بعضی را، اولیاء را، جنات را، که می گویند ما را صدا بزنید. خواندیم اونها اون بزرگان نیستن که به خوابتون میان، اون شیاطینند. و قیضنا لهم قرنا. خواندیم که خب ما اینها را که صدا میزنیم به خاطر شفاعت و سفارش، فرمود که هیچ کسی نمیتوند به دربار الله شفاعت بکند. خواندیم که ما اینها را اگر فریاد میزنیم به دلیل اینکه حداقل اگر اجابت نکنه صدای ما را میشنوند، بی فایده نخواهد بود. فرمود که صدای شما را هم نمیشنوند. و در پایان در آخرین حامیم که جاثیه بود خواندیم که ما که اینها را صدا میزنیم به خاطر تقلید پدران، آبا و اجداد هست. ما اینجا خواندیم ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ما برای شما شریعتی، منهجی برای زندگی تعیین کردیم، بناست که شما از شریعت ما تبعیت بکنید و پیروی بکنید، نه از آبا و اجدادتون. و در آخرین حامیم یک شبهه دیگه هست، یک اشکال دیگه هست. اون اینه که شما میگید اینها سفارشتون نمی کنند، اینها صدای شما را نمی شنوند، اینها کاری از دستشون نیست. حداقل ما این تجربه را داریم که در نام و ورد این بزرگان که ما هرگاه به زبان می آوریم برکاتی هست. بسا می بینیم مشکلات ما حل میشه. الله عزوجل تو این سوره جواب میده چطور مشکلات حل میشه. هم کیشان شما، هم دین و هم مذهبان شما، اونهایی که مثل شما غیر خدا را پرستش میکردند، اینها را عبادت میکردند، در گذشته برایشون عذاب آمد، برایشون از طرف خدا مؤاخذه آمد. چرا این خدایان به دادشون نرسیدند؟ اینا اگر تو نامشون برکت هست چرا نتونستند اونها را از عذاب نجات بدن؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهه. این آلهه‌ای که به منظور تقرب، به منظور توسل اینها را عبادت می کردند، این آلهه چرا اونها را یاری نکردند؟ چرا کمکشون نکردند؟ لذا الله عزوجل در این سوره این شبهه را جواب میده که نه، در نامشون هم هیچ خیری نیست، هیچ برکتی نیست، اینها را فریاد نزنید. و خلاصه این سوره مبارکه، در این سوره الله عزوجل 4 تا دلیل نقلی تفصیلی بیان میفرماید. یک دلیل عقلی هست و یک دلیل وحی هست. در آغاز مثل بقیه سوره ها مقدمه هست، تمهید مع ترغیب هست، و همچنین در پایان سوره موضوع محوری و اساسی سوره هست، تبشیر، تخویف، همه این موارد تو این سوره هست. الله می فرماید حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. این تمهید است، این مقدمه هست. این کتاب کیفیت نزول هم بیان شده، تنزیل هست، تدریجا، آهسته، کم کم. این کتاب که نازل شده از جانب الله، اون اللهی که العزیز الحکیم غالب است و همه کارهایش با حکمت، هر کاری میکند از روی حکمت. ما خلقنا السماوات، اولین دلیل مثل سوره های گذشته، ما نیافریدیم آسمان و زمین و ما بینشان را الا بالحق و اجل مسمى. دو چیز اینجا خدا فرموده، ما زمین و آسمان را آفریدیم مگر به حق آفریدیم، ای لاظهار الحق، برای اینکه حق را نشون بدیم به عالمیان، و همچنین برای مدت معینی آفریدیم. بس ببینید عزیزان، زمین و آسمان برای چی آفریده شدند؟ برای اینکه خدای عزوجل حق را ظاهر بکند. الله نشون بده که الله حق است، الله معبود به حق است، الله مقتدر کامل است. به خاطر انسانی، به خاطر فضیلت انسانی آفریده نشده. در گذشته متاسفانه پیروان تمام انسانهای خوب، انبیا، اولیاء، امامان، روایت‌های درست کردند که از این آیه اون روایت‌ها رد میشه. مثلا
یهودی ها می گفتند که خداوند زمین و آسمان را به خاطر عزیر آفریده، لولا عزیر لما خلقت السماوات والارض یا لما خلقت السماوات والارض. مسیحیان می گفتند که زمین و آسمان آفریده شده به خاطر چی؟ به خاطر عیسی. این نوع روایت ها، این نوع داستان ها را خودشون از خود درست می کردن. لولا عیسی تو روایت های اونها هست، لولا عیسی لما خلقت السماوات والارض و چنین مفهومی. اگر عیسی نبود من خدا آسمان و زمین را نمی آفریدم. باز مسلمان های خود ما، مسلمان های خرافاتی، هر یکی هر کسی را دوست داره میگه زمین و آسمان برای اون آفریده شده. آقایون شیعه میگن لولا علی لما خلقت السماوات والارض، اگر علی نباشد ما آسمان ها و زمین را نمی آفریدیم. سنی ها میگن لولاک لما خلقت الافلاک یا لولاک لما خلقت السماوات والارض، ای پیامبر اگر تو نبودی ما آسمان و زمین را نمی آفریدیم. درست ما با امامان، با اولیاء، با انبیاء، با صالحین محبت داریم، ولی هر یکی جایگاهی داره. بگیم تمام این زمین و آسمان فقط و فقط به خاطر عیسی آفریده شده یا به خاطر رسول الله، به خاطر علی، طور نیست. الله میفرمه ما چرا آفریدیم؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، ما آسمان و زمین و ما بینشون را نیافریدیم مگر برای حق آفریدیم، برای اظهار حق آفریدیم. و اجل مسمى، برای یک مدت معین آفریدیم، برای یک مدت مشخص آفریدیم. اون مدت وقتی که بیاید آسمان، زمین، ماه، خورشید همه به هر حال در هم برهم میشن، تار و مار میشن. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت. هر یکی پودر میشه، بی نور میشه، تکه پاره میشه و ماموریتش تمام میشه. و اجل مسمى. لذا الله میفرماید والذین كفروا عما انذروا معرضون. اما کسانی که کفر کردند، اهل کفر، از آنچه که ترسانده میشوند یعنی از قیامت، معرضون، اعراض میکنند، روی گردانی میکنند، باور ندارند، ایمان ندارند. به جای اینکه خدای واحد و یگانه را پرستش بکنند، غیر الله را با خدا شریک قرار میدهند. الله عزوجل در اینجا مطالبه میکند از مشرکین، مطالبه دلیل. بیاری شما چه دلیلی دارید؟ این خدایانی و این آلهه‌ای که شما به عنوان معبود اونها را انتخاب کردید، نشون بدید اینا چی آفریدند، خلقشون، آفرینششون چی هست؟ آیا یک مگس درست کردند؟ آیا در پیدایش زمین و آسمان با خدا شرکتی داشتند، نقش داشتند، دست داشتند؟ خب به چه دلیل اینها را شما معبود قرار دادید؟ اینها کدوم قدرت را دارند؟ اینها کدوم خلق را دارند؟ الله می فرماید قل ارائیتم، مطالبه دلیل از مشرکین. ارائیتم ای اخبرونی، به من خبر بدهید. جلاله میگه اخبرونی. قل ارائیتم، اعلام بفرما، ارائیتم به من خبر بدهید، ما تدعون من دون الله، آنهایی را که شما میخوانید، شما فریاد میزنید به غیر از الله، در رابطه با اونها شما خبر بدهید، مرا نشان بدهید. ارونی، به من نشان بدهید، ماذا خلقوا من الارض، از زمین چه بخشی را اینها آفریدند، چه بخشی را اونها درست کردند. ام لهم شرک فی السماوات، یا اینکه آیا برای اونها شراکتی هست در پیدایش آسمان ها؟ آیا در پیدایش آسمان ها با خداوند العیاذ بالله همکاری کردند، نقش داشتند؟ اگر چنین ادعای میکنند، ادعای بدون دلیل نه، ادعای تو خالی نه. خیلی هستن شاید ادعا بکنند و به کسانی که اعتقاد دارن بگن چنین قدرتی داشتند، چنان کردند و چنان نکردند.
الله می فرماید ایتونی بکتاب من قبل هذا، بیاورید برای من کتابی مکتوبی نوشته ای که قبل از این بوده، قبل از قرآن، که از اونجا ثابت بشه که خدایان شما کاری بودن. او اثارت من علم، یا آثار علمی، یعنی روایتی. اثارت من علم، مفسرین گفتن روایتی از انبیاء گذشته. قال عکرمه و مجاهد و مقاتل روایت عن الانبیاء، تفسیر معالم التنزیل. اثارت من علم یعنی روایتی از انبیاء گذشته یا کتابی از کتابهای سابقه بیاورید که تو اون ثابت بکنه که خدایان شما چیزی پیدا کردن. ان کنتم صادقین، اگر واقعا شما صادق هستید در دعوای شرکتون، در ادعای شرکتون صادق هستید، بیاورید اثری از آثار علمی، دلیلی از دلائل نقلی. بعد از اینکه نتیجه نداشت این مطالبه، دلیلی نداشتن، حال الله عزوجل گمراهی اونها را و بیراه رفتن اونها را مشخص می فرمد. الله می فرماید و من اضل ممن یدعو من دون الله، چه کسی گمراه تر از اون انسانی که می خواند غیر از الله. کی را می خواند؟ من لا یستجیب له الى یوم القیامه، می خواند آن خدایان باطل را و آن آلهه باطل را که اجابت نمی کنند برای او تا روز قیامت، اجابت نمی کنند به جای خود. و هم عن دعائهم غافلون، آنها از فریاد عابدان خود بی خبرند، اصلا خبر ندارن، غافلند، خبر ندارن که اینها ما را فریاد می زدن، اونها غافل بی خبر. در آیات متعددی اعلام می کنند که خدایا ما را صدا نزده، ما خبر نداریم. در روز قیامت در سوره مبارک یونس هست، این آلهه می گویند فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان كنا عن عبادتكم لغافلین، خدا گواه هست بین ما و بین شما که ما از عبادت شما بی خبر بودیم. شما اگر برای ما شتری کشتید، برای ما آش تقسیم کردید، برای ما نذر و نیاز دادید، ما را فریاد زدید، ما خبر نداریم. ان كنا عن عبادتكم لغافلین، خدا گواهه فکفا بالله شهید بیننا و بینکم. حتی ملائکه که شب روز ماموریت انجام میدهند، ملائکه خبر ندارند. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که الله همه مخلوقات را حشر می کند. ثم یقول للملائکه، سپس رب از ملائکه می پرسد، به ملائکه می گوید اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا این عبادت کنندگان شما را عبادت می کردند؟ قالوا سبحانک، ملائکه می گوید خدای تو پاکی، انت ولینا من دونهم، تو حامی ما هستی، اونها هیچ کاره ما هستند. بل کانوا یعبدون الجن، اینها جنات را پرستش میکردند، ما را پرستش نمیکردند. ملائکه هم خبر ندارند. لذا این بزرگانی که مردم اونها را فریاد میزنند، مردم از اونها استمداد میطلبند، الله میفرماید و هم عن دعائهم غافلون. قرآن اینه میگه. اگه کتابی هرچی میگه، بعضی کتابهای ضعیف هستند، قدیم مردم میخواندن تحفه نصائح، تحفه النساء میگفتن مرغک نشیند بر قبر مرده بداند مادنر. مرغی که روی قبر میشیند مرده میدونه که اینجا این پرنده ماده ای هست یا نری هست. قرآن میگه و هم عن دعائهم غافلون، اونا بیخبرند، اونا تو عالم خودشون هستند. اگر از نیکانند، اگر از صالحان هستند، در نعیم و در بهشت الهی جای دارند، اونها کجا از احوال ما کجا خبر دارند؟ و هم عن دعائهم غافلون. بنابراین روز قیامت انکار میکنند، اینها ما را پرستش نکردند. و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، الله می فرماید وقتی که همه مردم حشر می شوند، از قبرها بلند می شوند،
کانوا لهم اعداء، آنها نسبت به عابدین خودشون دشمن میشوند، دشمن اینها قرار میگیرن نه دوست. و کانوا بعبادتهم کافرین، اونها نسبت به عبادت اینها منکر میشن. ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را عبادت نمی کردید. خواندیم آیه سوره یونس را. لذا اونها انکار میکنند، عبادت را قبول ندارند. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، الله میفرماید بعد از اینجا، تا اینجا مبحث توحید بود، الان بعد از مبحث توحید مبحث رسالت. بیشتر تو سوره های مکی 3 مبحث، توحید، رسالت، قیامت. این 3 تا که حل بشه آخرت انسان درست میشه. لذا حال دلائل بر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون تا زمانی که پیامبر را قبول داشته نباشند چطور سخنان پیغمبر را در رابطه با توحید قبول خواهند کرد؟ الله می فرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا، هرگاه بر این مشرکان بر اینها آیات ما تلاوت میشد، اونم آیات بینات، آیات روشن، آیات واضح. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، کفار نسبت به حق میگویند، آیات حق، آیات الهی، نسبت به اونها که این حق پیششون آمده، منظور از حق قرآن هست، آیات الهی هستند. چی میگویند؟ هذا سحر مبین، جادوی آشکار. چرا نسبت به قرآن جادوی آشکار؟ چون قرآن تأثیرات خودش را داشت. قرآن دلها را می رو بود، جوانان شکار می شدند، بزرگان متأثر می شدند، حتی که سرداران کفر و شرک از قرآن متأثر می شدند. روایتی در تفسیر ابن کثیر هست که بنده دیدم، برای من جالب بود چند وقتی پیش، که حتی بسیاری از سردمداران شرک می رفتن دزدکی، یواشکی قرآن گوش می کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم که سحرگاه می خواند، می رفتن گوش می کردن، لذت می بردند. یه شب ابو جهل هم رفت، امیه هم رفت، یکی دیگه از سرداران هم رفت، هر یکی از یک زاویه از یک گوشه رفتن تا نزدیک صبح گوش کردن. وقتی برگشته هم دیگر را دیدن، خجالت کشیدن. چرا آمدید؟ گفت من آمدم اینجا گوش کنم چی میخونه. دیگری گفت منم همچنین، دیگری گفت منم همینطور. گفتن خب پس دوباره نیاییم که جوانان مکه ما رو میبینند، اونها میان گوش میکنن، متاثر میشن، شکار میشن. شب دوم، شب سوم علامه ابن کثیر میشه همینطور همین کار را کردن. هر کی فکر میکرد اون نمیاد، اون میآمد، هر سه تا باز میآمدن. دیگه با خود عهد کردن، پیمان بستن، سوگند خوردن دیگه نیاییم. یعنی اینقدر قرآن گیرایی داشت، جذاب بود، دیگه توجیهی نبود. میگفتن هذا سحر مبین، این جادوی آشکاری هست، اثرات عجیبی دارد. الله میفرماد ام یقولون افترا، این ام به معنی بل هست، بلکه اینها میگویند پیغمبر از خود درست کرده، افتراش از جانب خودش هست. الله میفرماید قل ان افتریته، ای پیامبر به اینها بگو اگر من افترا بکنم، اگر من از خود درست بکنم، فلا تملکون لی من الله شیئا، شما مالک من نیستید، برای یعنی از عذاب خدا نمیتونید ما را نجات بدید. لا تملکون لی من الله ای من عذاب الله، منظور اینه که شما نمیتونید مرا از عقاب الهی نجات بدید، از عذاب الهی. به خاطر اینکه خداوند هر کسی که چیزی درست بکند و به خدا نسبت بده، خداوند او را فوراً مؤاخذه میکند. چنانچه ما در آیه دیگه داریم ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگر از خود بر ما درست کند و به سوی ما نسبت بدهد، ما محکم او را میگیریم و رگهای گردنش را، شهرگهایش را میزنیم. معنیش اینه که خداوند مجال نمیده کسی دروغی، افترایی درست کند و به خدا نسبت بده.
لذا ای پیامبر به آنان بگو اگر من از خود درست کنم شما که نمیتونید مرا نجات بدید. فلا تملكون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه. خدا بهتر میداند اون چی که شما در اون بحثی که شما در اون بحث وارد شدید، یعنی تکذیب قرآن. خدا بهتر میدوند و میدونه با شما چی بکند. کفا به شهیدا بینی و بینکم، همون رب همون خدا کافی هست به عنوان گواه بین من و بین شما. و هو الغفور الرحیم. ببین در باب انکار و کفر غفور الرحیم چرا میگه؟ معنیش اینم ترغیب به سوی توبه هست. یعنی با وجودی که منکر هستید، با وجودی که قرآن را قبول ندارید، با وجودی که بزرگترین دشمن هستید، باز هم اگر توبه کنید او را غفور الرحیم میابید. اون هم میبخشد شما را و هم بر شما مهربان است. الطاف و انعاماتش بیکران است. قل ما كنت بدعا من الرسل. ای پیامبر به اینها اعلام کن من رسول جدیدی نیستم. قبل از من نمونه های رسالت زیاده. عیسی آمد، موسی آمد، نوح، ابراهیم، بقیه پیامبران. قل ما كنت بدعا من الرسل. من پیامبری از نو آمده نیستم، پیامبر نو ظهور نیستم که قبلا سابقه ای داشته نباشد. من پیامبری هستم که در طول تاریخ امثال من پیامبران آمدند. شما هم اطلاع دارید، شما هم ادعای پیروی از اون پیامبران را دارید. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. در جواب مشرکان وقتی که پیامبر فرمود که من پیامبر الهی هستم، مشرکان گفتند خب اگر واقعا شما پیغمبر خدا هستید بگویید که با ما چی میشه، آینده ما چی خواهد بود، درباره آینده پیشگویی بفرمایید. پیامبران الهی هستند، تقدس دارند اما غیب نمیدونند. الله به پیغمبرش گفت، به حبیبش گفت به اینها بگو من نمیدونم با من چی میشه، با شما چی میشه. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. من نمیدونم با من چی میشه و نمیدونم با شما چی میشه. یعنی درباره آینده خودم شما خبر ندارم. اما این خدمت شما عرض کنم درباره آینده در دنیا نه در آخرت. گرچه روایتی هست از ابن عباس که ایشون اینجا تفسیر میکنه درباره آینده دنیا و آخرت خودم شما خبر ندارم، بعد میگه این منسوخ شده چون در سوره والضحی داریم وللآخرة خیر لک من الاولی. آخرت بسیار خوبی خواهی داشت، در آخرت بهشت. بعدن خب رسول الله مطلع شده درباره آخرت نیست. ولی جمهور مفسران معتقدند که این بحث آخرت نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر و فرستاده و حبیب الله است. خداوند به ایشون اعلام کرده که شما آخرت درخشانی دارید، آخرت زیبایی دارید، در جاهای متعددی از قرآن مجید به صورت مطلوب و غیر مطلوب. لذا پیغمبر درباره آیندهش در آخرت میدونست، اما در دنیا میگه من نمیدونم. این پس ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، شما پایینش می‌نویسید فی الدنیا. در دنیا نمیدونم که نسبت به من چی میشه، نسبت به شما چی میشه. پیغمبر نمیدانست. خیلی برنامه ریزی ها میکرد، اشتباه از آب در میآمد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه حرکت کرد به سوی طائف به امید اینکه یکی از سرداران طائف از من حمایت بکند، دعوت من را بشنود، دعوت حق را لبیک بگوید. در طائف چگونه بدرقه‌اش کردند با سنگباران. آن حضرت صلی الله علیه و سلم چنین توقعی نداشت و نزدیکان رسول الله، عموزادگان رسول الله، حتی بعد از فوت ابو طالب پیغمبر را رها کردند، به حال خود گذاشتند. آن حضرت چنین توقعی نداشت، چنین فکری نمی کرد، چنین تصوری نمی کرد.
وقتی که ورقه ابن نوفل در ابتدای رسالت گفت کاش زمانی که تو را قوم شما از اینجا بیرون میکنه من اون وقت بودم که شما را کمک میکردم، رسول الله با تعجب پرسید او مخرجیهم، آیا اینها من اخراج میکنند؟ من که محبوب دلهایشون هستم. گفت بله، هر کسی که چنین دعوتی مثل دعوت شما حامل چنین دعوتی باشد قوم با او دشمنی میکند. لذا پیغمبر نمیدوند تو دنیا چی میشه باش، چون غیب نمیدوند، اما در آخرت الله فرموده پس و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. ای مردم انتظار داشته نباشی من درباره آینده شما پیشگویی بکنم، من حتی از آینده خودم هم نمیدونم، از شما هم نمیدونم. پس وظیفت چیه؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، این فریضه الرسول است. من پیروی نمی کنم مگر آنچه که به سوی من وحی میشه. ان و ما انا الا نذیر مبین، من نیستم مگر ترساننده آشکارا، من از عذاب خدا فقط بیم میدهم شما را. و بعد به اینها بگو قل ارائیتم ان کان من عند الله، این توبیخ است، سرزنش است، زجر. بگو خبر بدهید به من ای مشرکین یا ای یهود و نصارا. عرض می کنم که آیه مکی است یا مدنی، گرچه سوره مکی هست، همه حوامیم مکی هستند. اگر این کتاب خدا از سوی، اگر این قرآن از سوی الله باشد، ان کان ای القرآن، اگر از سوی الله باشد، و کفرتم به، و شما کفر کنید نسبت به این، انکارش بکنید، و شهد شاهد من بنی اسرائیل، یک شاهدی از بنی اسرائیل بیاد گواهی بده، عالم وارسته گواهی بده، علی مثله، بر مثل اینکه این کتاب خداست. فآمن، اون عالم اون شاهد خودش ایمان بیاورد، و استکبرتم، شما تکبر کنید. خب یک بار فرمودن کفرتم و استکبرتم، آیا تکرار نیست؟ نخیر، تکرار نیست، چون قبل از شاهد بنی اسرائیل که اونها انکار کردند این شد کفر، بعد از شاهد بنی اسرائیل که انکار کردند این شد استکبار عن الحق، تکبر. پس کفرتم و استکبرتم بر اساس گفته علامه طانوی رحمه الله تکرار نیست، قبل از شاهد کفرتم هست، بعد از شاهد استکبرتم هست. خب شاهد بیاد گواهی بده، پس شما استکبار کنید، شما تکبر کنید با وجود گواهی، آیا از شما گمراه تر هست؟ جزا مقدر است. قل ارائیتم، ان شرط است، نه ان کان من عند الله من فمن اضل منکم، از شما دیگه گمراه تر کیه؟ خب حال این شاهد بنی اسرائیل کیه؟ اکثر علما میگویند که عبدالله ابن سلام و اعوانش و تلامذه‌اش و شاگردانش، اصل خودش که مرجع تقلید اونها بود. عبدالله ابن سلام عالم وارسته بنی اسرائیل، اون میاد گواهی میده که مردم این کتاب خداست، خودش هم ایمان میاره. ولی اشکالی که بر این تفسیر وارد میشه اینه که این سوره مکی هست. عبدالله ابن سلام در مدینه ایمان آورد، چطور؟ پیشا پیش گفته شد. بنابراین بعضی از مفسران توجیهات دیگه میارن، بعضی میگن مراد از این نجاشی هست، پادشاه حبشه، که نجاشی با تمام علما، احبار و رهبانی که اطرافش بودن در حبشه، در اتیوپی، ایمان آوردند. قرآن مجید در رابطه با ایمان اونها هم سخن میفرماید و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدین وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الى آخره. پس میگن نجاشی هست. بعض میگن نه، علماء یهود فقط در مدینه نبودند، در مکه هم بودند ولی معروف نبودند.
ولی قول محقق و قول درست اینه که منظور شاهد من بنی اسرائیل عبدالله ابن سلام هست. محققین نوشتن این سوره درست مکیه، اما این آیه مدنی هست. این آیه چیه؟ مدنی هست. پس خداوند عزوجل عبدالله ابن سلام را به عنوان شاهد از بنی اسرائیل ذکر می کند. ای یهودی ها، ای کفار مکه، بیشتر روی سخن با یهود است، اگر این کتاب از طرف خدا باشد و از سوی بنی اسرائیل یک شاهد بیاد شهادت بده، بعد از شهادتش که بگه این کتاب الهی هست، فآمنه، اون ای خودش ایمان می آورد، و استکبرتم، شما بعد از ایمان اون باز تکبر و غرور می کنید، آیا از شما گمراهتر وجود داره؟ خیر، وجود نداره. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، بدون شک خداوند هدایت نمی فرماید چنین قوم ظالم را. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سرزنش دیگر، توبیخ دیگر بر یکی از سخنان بی ارزش مشرکان صحابه را، فقرا را بسیار حقیر برمی شمردند. می گفتند اینها در هر میدان پشت سر ما هستند، ما از اونها جلو هستیم. اگر این قرآن خیری داشت، ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم خیری داشت، اینها از ما پیشی نمی گرفتند، ما از اونها سبقت می گرفتیم. پس خیری ندارد. این یک سخن و یک افسانه قدیمی هست، به این معنی که در گذشته هم بعضی انسانات دعا دارند، این هم یکی از اونها. الله عزوجل بر این سخنشون ناراضی هست و سرزنش می فرماید. الله می فرماید وقال الذين كفروا، گفتند کسانی که کفر کردند، للذین آمنوا، در شأن و در رابطه کسانی که ایمان آوردند به توحید و به قرآن، یعنی در رابطه با مؤمنین اظهار داشتند. چی گفتند؟ لو کان خیرا ما سبقونا الی، اگر این قرآن خیر بود، ایمان به توحید خیر بود، ما سبقونا الی، این فقیر فقرا، این مستمندان، این بینواها از ما پیشی نمی گرفتند، از ما سبقت نمی گرفتند. الله می فرماید و اذ لم یهتدوا به، ای ظهر انادهم، اناد اینها ظاهر شد. زمانی که خودشون بر هدایت قرار نگرفتند، خودشون هدایت نشدند، چه میگویند؟ فسیقولون هذا افک قدیم، میگویند این افک و این دروغ قدیمی است، العیاذ بالله، نسبت به قرآن میگفتند. حال الله عزوجل از سابق، از گذشته دلیل ذکر میفرماید. ببین نمونه های بسیار زیادی در گذشته داریم. و من قبله، عرض کردم 4 تا دلیل نقلی در این سوره هست، 4 تا دلیل تفصیلی، این اولینش هست. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، قبل از این قرآن کتاب موسی نازل شد، در حالی که اون کتاب موسی امام بود، یعنی پیشوا بود، رهنما بود و سبب رحمت بود. امام برای همگان، همه را راهنمایی کرد، اما رحمت خاص برای اونهایی که ایمان بهش آوردند. در کتاب موسی چی بود؟ وقتی که دلیل نقلی از کتاب موسی میگیریم، ببینید تو کتاب موسی چی مطلبی هست. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، ما به موسی کتاب دادیم و این کتاب سبب هدایت بنی اسرائیل بود با این موضوع که ای مردم، غیر از من خدا کسی دیگر را به عنوان وکیل و کارساز خودتون انتخاب نکنید. پس اون چه که در این سوره ها هست در کتاب موسی هم همین بود. لذا الله می فرماید و هذا کتاب، حال بعد از کتاب موسی، بعد از تورات، این کتاب، این قرآن، و هذا کتاب،
این قرآن کتابی هست مصدق، تصدیق کننده و تایید کننده تورات است، لسانا عربیا، اما به زبان فصیح عربی هست، لینذر الذین ظلموا، تا که این کتاب بترساند. غرض انذار چرا نازل شد؟ تا بترساند کسانی را که ظلم کردند، یعنی شرک کردند. ظلموا ای اشرکوا، مشرکان را بترساند. و غرض دوم و بشرا للمحسنین، و مجدی هست برای مخلصین. دو گروه هستند، مخلصین، مشرکین. مخلصین اونایی که خالص خدا را عبادت میکنن، مشرکین اونایی که هر چیز را عبادت میکنن، همه چیز پرست. گاهی بت را عبادت میکنه، گاهی ستاره را عبادت میکنه، گاهی فرشته را، گاهی جن را، گاهی انسان را. خواندیم دیگه مذهب مشرکین مکه همه چیز پرست بودند. پس قرآن آمده تا اونها را بترساند، لینذر الذین ظلموا ان الشرک لظلم عظیم. و بشرا للمحسنین، و برای مخلصین چی هست؟ اونا که خالصتا الله را عبادت میکنند. الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. حال بعد از اینکه مخلصین ایمان آوردند، استقامت لازم است. شدائد، مشکلات، تکالیف. الله می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله، همانا کسانی که ربنا الله گفتند، ربنا الله را ادعا کردند، توحید را ادعا کردند، ثم استقاموا، سپس بر این ربنا الله استقامت کردند تا دم موت، تا لحظات مرگ، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنها نخواهد بود و نسبت به گذشته و آیندهشون هیچ دغدغه‌ای هم نخواهند داشت. اولئک اصحاب الجنه، اینها اصحاب بهشت هستند، اهل بهشت هستند، خالدین فیها، همیشه در آن بهشت میمانند، جزاء بما كانوا یعملون، این جزا و پاداششون هست به سبب عمل کرد. اما بما كانوا یعملون چی می نویسید؟ سبب ظاهری. سبب ظاهری عمل است، سبب حقیقی فضل رب است. فضلا من ربک، دیروز خواندیم. لذا الله عزوجل بر اونها لطف می فرماید و اونها را به سبب عمل کرد و ایمانشان وارد بهشت می گرداند. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا اله العالمین، قلم عفو را بر همه گناهان و جرائم ما بکش. مولا ما بندگان خطاکار را و بندگان اشتباه کار را مورد عفو و بخششت قرار بده. اله العالمین، ربا از رسوایی دنیا و آخرت نجات من بده. در دنیا و آخرت بر ما جود بفرما، بر ما لطف و کرم بفرما. اله العالمین، تمام یک گناهان کبیره و صغیره ما را مورد عفو و بخششت قرار بده. بر ما فضل بفرما، بر ما لطف بفرما، بر ما احسان بفرما. ما را به فضل و کرمت در این دنیا و در اون دنیا جز انسانهای موفق و انسانهای کامیاب بگردان. پروردگارا ربا، ما را توفیق طاعت و بندگی نصیب بفرما، توفیق دوری از گناه و معاصی عنایت بفرما، توفیق توبه نصوح نصیب بفرما. اله العالمین، چشم ما، گوش ما، زبان ما، قلب ما از همه وساوس و از همه گناهان و معاصی حفاظت بفرما. ما را به هدایت قرآن هدایت بده، ما را به راهنمایی قرآن ایمانی نصیب بفرما که ایمان محکم و مستقیم
مستحکم باشد. اله العالمین از ما راضی و خوشنود باش و همیشه در راه رضایت ما را موفق بفرما، مشکلات ما را حل بفرما. عزیزانی که تقاضای دعا برای هر مقصدی کردند مولا دعاها را اجابت بفرما، مقاصد را برآورده بفرما، حاجات را اله العالمین برآورده بفرما و مشکلات ما و مشکلات همه مسلمین را، همه نوع مشکلات را حل بفرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رب. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.